نسبت دو سوکن نویای مشچو با اتهام پنهان کردن معلومات بدنام کننده نسبت به اهل یک خانواده از شهر بوستون مرکز این نویه پرونده جنایتی گشودند. اکبر شریفی سخنگوی ریاست کارهای داخلی ولایت سوخت برخی جزئیات این پرونده را آشکار کرد. بنا به اطلاع پدپلکوونیک شریفی، شهروندان سمیف ابراهیم سال تولدش 1974، شاه سیدزاده شهرام سال تولدش 1998 ساکنان جماعت پلدارک نویه مشچو در شکل شعری آوازه را پهن کردند که گویا ساکن 38 ساله شهر بوستان به بچه بازی رغبت دارد و این در حالی است که به تاکید سخنگوی میلیسیای ولایت سوخت این آوازه ها اساس واقعی ندارند و مرد متهم شده در اصل طرز حیات سالم را پیش برده در کارهای جمعیتی نیز فعال بوده است. بنا به فرضیه میلیسیا، ابراهیم سمیع و شهرام شاه سیدزاده ماه مارس سال 2024 توسط اینترنت درباره خصلت‌های گویا غیر اخلاقی مرد 38 ساله ساکن شهرک بوستان و اهل عائله او معلومات پهن کرده با ابرو و اعتبار و موقع جمعیتی او ضرر رسانیدند. اما تفتیشات نشان داد که این معلومات پهن کرده شده اساس واقعی نداشته، تنها با مقصد دلخوشی پهن کرده شده است. اکبر شریفی میگوید گمان بر شده ابراهیم سمیع درباره شخصیت و حیات شخصی جبر دیده شعر ایجاد کرده است و هم مسلک او شهرام شاه سیدزاده با استفاده از شبکه واتساپ این شعر را به دیگران ارسال نموده به پهن گشتن آوازه اساس میگذارد. شهرام شاه سیدزاده در گزارش نشر شده میگوید تلفن را خودش گرفت و ثبت کرد، بعد من گرفتم و پرتافتم، تمام. ابراهیم سمیع اعتراف میکند که هنگام نوشتن و پهن کردن شعر مست بود. من در حقیقت در حالت مستی نسبت به عائله شعر ایجاد کردم که گویا آنها به بچه بازی مشغول می باشند. من در حالت مستی نسبت به آنها تهمت بر دروغ گفتم. من 100 بار پشیمانم و از آنها عذر میپرسم. اما هر دو در بیانات خود گفتند که نسبت به و اهل عائله او یگان خصومت ندارند و در عمل آنها نیز یگان قصد تماجوی جای نداشت. تنها دلخوشی به مورد و فکر نکردن عاقبت عمل به این جنایت آورده رسانده آوازه بی اساس باعث تغییر یافتن فکر ساکنان درباره شده است. تاکید میکنند در گزارشش اکبر شریفی سخنگوی میلیسیای ولایت سوخت او از جمله از بیاندیشگی شهرام شاه سیدزاده را ذکر کرده است که برای در شکل آدیویی ثبت کردن شعرخوانی ابراهیم سمیع در واتساپ و پهن کردن آن مگی 10 سومونی یا کمتر از $1 حق کار گرفته است و حالا برای این پول ناچیز تبر جوابگری جنایتی بالای سرش روز شده است. به این دو ساکنان مشچو بر اساس ماده 144 قسم 1 کودکس جنایتی تاجیکستان برای غیر قانونی جمع‌آوری و پهن کردن معلومات درباره حیات شخصی همچون جزا کارهای حتمی به مدت از 120 تا 180 ساعت یا جریمه به اندازه از 200 تا 500 نشان‌دهنده برای صبح، یعنی به مبلغ از 14400 سومونی تا 36000 سومونی یا از 1300 تا $3300 و یا کارهای اصلاحی مهنتی به مدت تا 1 سال تهدید می‌کند.